وای مینه له مینې پیدا کېږي په مینه مینه دې کتل میندې کړمه ستړي مه شئ ښه راغلاست د عاشقانو ورځ دې ټولو ته مبارک وي نن ویلنډې د فبروري 14مه او د دلوي 20مه ورځ ده چې د عاشقانو نړیواله ورځ ده ټولو عاشقانو ته دې ډېره ډېره مبارک وي دغه ورځ او زه راغلی یم د کابل کارته 4 پولیس سرخ کې یم غواړم چې د عاشقانو ورځ دلته څنګه لمانځل کېږي عاشقان دلته پیدا کړم دوی سره د زړه خواله وکړم تاسو به هم عاشق استئ او دغه ګل تاسو ټولو عاشقانو ته ډالۍ وي زموږ یوټیوب چینل خپرونه تر پای شبو پورې وګورئ او د کارته 3 د کارته 4 ښکلاګانې وګورئ چې نن د عاشقانو ورځ ده ګوډیانې وګورئ پخوانۍ وګورئ ګلونه وګورئ ډېر زیات بیروبار دی خدای دې دغه ورځ تل هره ورځ لري چې دغسې خوشحالي وي مسکا وي پکې او موږ هم هره خواته ورشو مست ځوانان تاسو ته پیدا کړو مالتیا مې وکړې راځئ دغه خپرونې نه خوندونه واخلئ ګلونو ستړي مه شئ ښه راغلاست درته وایم د عاشقانو نړیواله ورځ ده بیا دې هم ټولو ته مبارک وي زیاتره دوکانداران او د دې په څنګ کې کراچوالان تاسو وګورئ دغسې ښکلي ښکلي په زړه پورې شیان یې راوړي دي د عاشقانو لپاره ځکه چې نن یې ورځ ده او خپلې معشوقې ته یې وړي ګفټ یا تحفه ډالۍ او خوشحالوي مبارکي ورته وایي سلام چطور هستین؟ بخیر هستین؟ روز عاشقان مبارک باشه سلامت باشین نامتان چی است؟ اسم سید رامز هستم سید رامز جان میشه بگویی عاشقی کردی یا نه؟ نه خب چی چیزا میفروختی و میشه بگویی چند امروز کاروبار کردی چی را آوردی چی را زیاد گرفتن مردم؟ لایقاً خرسک بود و گودیگکا بود و پوخانه بود و دیگه لوازمای گل تازه و گل مصنوعی بود دیگه تمامشون رو میبینی خلاص شده فقط خلاصیش مونده خلاصی گلا رو چند فروختی و خرسکا رو چند دادی؟ خرسکا دیگه رقم بود از 1000 شروع بود تا 1500 تا 100 گلا رو چند میدادی؟ این گلا مختلف بود دیگه از 50 روپیه شروع میشد بالا میرفت 400 500 دستکی بود مردم زیاد گرفتن؟ مردم هم تمامش خلاص شد بخیر تمامشون خلاص شد چقدر پیدا کردی امروز؟ دیگه امروز دیگه تا حساب نکردیم سعی کتب مال و پیسه وایدش ببینیم چقدر میشه نصفش نمیکنی تو یک بار حساب کنی؟ صدقه سرت کلش تو خو عاشقی نکردی خود چطوری قدر تو فروختی برای کسی تحفه دادی خودت یا نه؟ والا تحفه میچه که پشتککای غریب می آمدن اسپندیا یا بعد از اینا کمک کردیم دیگه پول بود و یگان تحفه گودیگکا و خرسکا خودت چرا عاشقی نکردی؟ به نظرت کسی مقبول پیدا نشده یا کسی اعتمادی پیدا نشده؟ چون امروز روزش است روز عاشقای ولنزله خود طالب به با عاشقیت فکرم نکردیم دیگه خیر کار آینده است کار آینده است تا حالا کسی پیدا نشده؟ نه اینجا خب بسیار بیروبار است در این پلیس سرخ تو در خوب جای کراچی رو ایستاد کردی صبحکی چند بجه خسته بودی؟ صبح ساعتای 6 بجه بود که آمدیم بخرید 6 بجه بود بله صدام کردی یا نه یا خودش مردم می آمدن؟ نه خود صدام کردیم مردم هم دیگه یک صدا کوچی رقم که ما ببینیم برو تو خب یک گل خیلی بگیرم من گل بگی تو اینا دیگه یک دوست ما از اینجا که گل طرف خود طرف دیگه دوکاندارا دیده اینو تو میگیری پیشری مرده که میان گل ورشه کجا میگه گل بگی تشکری پقانا رو چند میتی؟ این پقانا به خود 30 روپیه برای خودم به خود و اگر دختر خانم هم برای زیاد چند است؟ دیگه سر از اونا که یکم قیمت دار حساب نه تو نشه که برش بفتیو بچه نه کدام شیر فکوی چی یاد داری چون روز عاشقاست دیگه خو خیر قرض باشه کدام زمزمه فکوی چی یاد داری چی را میگی گمش کو دیگه روز عاشقاست روز خوش است دیگه یکم ما هم لذت ببریم زمزمه یاد دارم خو صدایم خراب است خب هر چی که خوانی ما قبول میکنیم بسیار کوتاه نیست بخوان احمد ظاهر است بخوان از پیش من برهو که دل آزارم ناپایدار و سستا گناهکارم از پیش من برهو که دل آزارم ناپایدار و سستا گناهکارم من ناکامم ناکام عشقم من بدنام عشقم با ای خدا چگونه تو را جویم
همین ناکام عشقه که گفتی ما فهمیدم که در عاشقی ناکام مانی. نه چشمایتان پر شد خدا خیر پیش کنه. نه لالاست. خاطرات تازه شد؟ نه با عاشقا چی گفتنی داری؟ دیگه برشون روز خوب و خوش میخوایم، برشون تبریک میگویم دیگه. خداوند کل عاشقا را دیر زنده داشته باشه. تشکر، زنده باشی، خداحافظ. خدا خوش، اوقات خوب و خوش. ګلونو ستړي مشئ بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د عاشقانو ورځې ټولو عاشقانو ته مبارک وي. کارته سۍ پل سرخ کې یم. ډېری هیوادوال نجونې هلکان راځي خپل عاشق ته او معشوق ته تحفه ډالۍ اخلي او بل ته مبارکي ورکوي. دا ښایسته نجلۍ ګورئ دا هم راغلې ده ښکلې پخوانۍ اغوستې دي، ګل ورسره هم دی. ملګري خواته یې راغلې ده، غواړي چې د عاشقانو ورځ مبارکي ورته ورکړي. سلام، خوب هستین؟ سلام، تشکر. شما چه حال دارین؟ تشکر. روز عاشقان مبارک باشه براتون. سلامت باشین. نامتون؟ فرشته فرامرز. فرشته جان، میشه بگویی که تحفه رو میبری دیگه بعد دوست پسرتان تقدیم کنین؟ نه دوست پسر گفش نیست، اینا را هموطنای ما تحفه دادن. هموطنان برای شما تحفه دادن؟ بله بله، میره حساب کنه شاید 1 نفر به ما تحفه داده باشن. 2 نفر برای ما خود کیا رو بگم؟ هموطنای ما که مثلا اینا رو مفروشن. بله. دوکانداران دیگه. ما خو یکی هم ندیدیم که یک گل خالی برای ما داده باشه. همین گلم فردین جان کامرامین ما به زور دست ما داده میگم. خب خیر باشه. خب خیر دیگه چی بگویم، این رقم مردم هستن دیگه. هیچ گپ نیست، روزام میگذره. ها. تا حالا عاشق شدی؟ راستی تو بگو. نشدیم. کسی پیدا نشده یا چطور؟ نخواستیم. نخواستین؟ خب بسیار خوب. خب هر کس آرزو داره که در زندگی عاشق شوه و یک پسر خوب پیدا کنه. خودت چی رقم عاشق میخوای که داشته باشی؟ خب هر کسی معیار خاص خودش داره. برای من صداقت، تعهد و دوست داشتنش اولویت است. بسیار گپ خوب زدی و واقعا که این چیزا باید داشته باشه. روز عاشقا به نظر خودت چقدر برای تو خوشایند است و چقدر مهم است برای؟ بر من خوشایند است چون هموطنای من خوشحال هستند. در کنار از اینکه مثلا عاشقای روزه تجلیل میکنن، ما قسمی که میبینیم کابل زیباتر از هر روز میشه و یک حس خیلی بی‌نظیر بر من میده. بسیار خوب. چی خوش داری که برات یک دوست پسر یا یک خانم باشه یک چیزی برای تو تحفه بده؟ چی از زیاد خوش داری در تحفه؟ امروز در نظر داشته باشیم؟ بدون امروز. خب از دختر خانم‌ها اگه بر من بگویم فرق داره. من چیزی که بیشتر دوست دارم کتاب دوست دارم. کتاب بله. بسیار عالی. خب اگر برای یک روز خودت رئیس جمهور شدی چی خواهد کردی؟ بر یک روز روز عاشقا را عام میکنی یا نه بیخی بندش میکنی؟ نه با نام باشه. عام باشه. از طرف من اجازه است. بسیار خوب بسیار خوب. خب اگر 1 میلیون داشته باشی چی خواهد کردی؟ 1 میلیون اگه داشته باشم منمی کودکای کارگر کمک میکنم. بسیار خوب. تشکر. کدام شعر فکری چیزی یاد داری برای عاشقا چی گفتنی داری؟ برنامه ما در خدمت. فقط یک گفتنی دارم که روز ولنتاین یک بهانه قرار بدن برن ابراز کنن عشقشان بر کسی که دوستشان دارن، چون شاید دیگه فرصت نشد. جهان سپاس، خوش شدیم. زنده باش. کدام شعر فکری چیزی نیست؟ نه خیر نمیخوام دیگه. خاطره جالبتان از زندگیتان چند سال است؟ 19. همین 19 کدام روزی تو بسیار خوشایند بسیار خسته کن کدام روز تیر شده؟ من کلا روزم خوشایند بوده، روز را در نظر ندارم. یعنی اونقدر روز جدی نبوده که مثلا من اون روز بگم که خسته کن بوده باشه. کلا زندگی پر از خوبی‌های خود بر ما بوده تا نوز. جهان سپاس فرامرز. خوش شدیم. وقت خوش داشت. ما تشکر. درې هیوادوال راځي دغسې بس ګورئ واټونو کې ګرځي خپلې معشوقې ته او خپل عاشق ته توفې اخلي ګفټونه اخلي بیا ځي یو بل سره کیني. رستورانټونه هم ډېر ښایسته جوړ شوي دي، ډوډۍ خوري، جوس خوري، نوشیجان کوي، یو بل سره کیسې کوي. تاسو هم مالتیا وکړئ او راځئ دغه ورځ نه هم خوندونه واخلئ. ګلونو بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست. عاشقانو ورځ ده.
دغسې زیاتره ځوانان راځي او بس ځینې ګوډۍ نه اخلي او ځینې ګوډیانو سره عکسونه اخلي. دا وګوره څونه ښایسته ګوډۍ رانولې. سلام. سلام، خوب هستی؟ بخیر. سلام، خوب هستی؟ تو گپ میزنی ما زنده با همه چیز. نجیب الله. نجیب الله، ایره از کجا گرفتی؟ ایره از اینجا گرفتیم، باش به خاطر عکس گرفتن. تنها عکس گرفتی یا دوست دخترم داری؟ نه، تنها گرفتیم، ولی دوست دختر ندارم. درد میخوره دوست دختر نداری. روز عاشقاست. دوست دختر داریم، فعلا مصروف است که نامده و کار داره. ولی جای دیگه مصروف است؟ به خدا. عاشقی جای دیگه مصروف هستی بیچاره اینجا شیشته کته گده. زنده. این تو عاشقیست دیگه. والا زنده. چند سال میشه که عاشقش هستی؟ والا میشه 4-5 سال. چی رقم سرش عاشق شدی؟ والا زیاد خوشش دارم، دوستش دارم. دوستش داری؟ والا. بگو دوست دارم، امیالی میبینید. دوست دارم دیگه زنده. بگو از انتظار ما مردم. بیا از انتظار ما مردم دیگه. میبری برش؟ برش میبریم، توفه میبریم. خودش گفته بیاری را یا تو میبری؟ نه، ما برش باید یک دوستی توفه میبریم برش. بله. با چکر تفریح یگان روز میری نمیری؟ بله، یگان روز میریم. خوب روز یک ذره مصروف بود، کار داشت نامد دیگه. جای دیگه مصروف هستی بیچاره اینجا انتظار ششته والا زاره ترق شدن. بیا دیگه کجا هستی؟ این روز عاشقا و او مصروف. با خدا. ظلم نیست؟ بسیار ظلم است. بسیار. اگر رئیس جمهور می بودی چی میکردی کتش؟ الله رئیس جمهور میبودم، خدا دیگه در خدا معلوم است که وقت چی میکردم دیگه. همین روز عاشقا را عام میساختی یا بند میکردی؟ عام میساختن، چرا بند میکردن؟ چرا نه؟ به نظر خودت روز عاشقا یعنی چی؟ به نظر ما روز عاشقا یعنی دیگه ریلی و مجنون مانده دیگه، از خاطر دوستی. دیگه مجنون هستی؟ بله، چرا نه؟ اگه نمو تو برات بگو یا وفادارم باش، بیاد کو بالا شده داش برو میری؟ 1000 دفعه چرا نه؟ خو هیچ نامده پیش؟ نامده دیگه، خود شاید به باز پسند به. خود چکر میتی برش؟ بله، چرا نه؟ 1000 او اگه یک تقاضا کنه که برای ما یک کوتاه زمزمه کو برش میخوانی؟ 1000 دفعه چرا نه؟ او مشنوه دیگه، باید بخوانی برش. چی بخوانم برش؟ آهنگ احمد زاهر را بخوانی یا هندی را بخوانی، ایرانی هر چیزی که یاد داری بخوان. برای چی بخوانم؟ والا از فعلا برو ما منتظر هستیم تو یک چیزی را یاد کو، با یادت بیار که ما بشنویم که تو چی رقم عاشق هستی. عاشق و به معاشقی خود یک زمزمه میکنه، یک چیزی بخوان. والا از لیلی لیلی برو تو دیگه بخوان دیگه. خب چی بخوانم برش فعلا دیگه؟ هر چی تو بیا بیا دیگه بیا بچه. لیلی لیلی لالی سربا، روز لیلی در بر مجنون آیست در عاشقی در مجنون آیست. تشکر. امیر برش تقدیم کنه از این نمیشه تقدیم. زنده باشید، تشکر برای شما تقدیم. دغه هیوادوال راځي داسې دلته ګوري چې نن سبا د دې بازار ډېر زیات ګرم دی. ښایسته ګوډیانې اخلي او خپلې معشوقې ته وړي او ډالۍ کوي. دا بیچاره دلته په تمه او په انتظار کېدولی دی او د غېږ کې د کله ورسره داسې عکسونه اخلي کله هسې او هغه نشته. زر رایشه که نه مړی یاره دا بیچاره دی د انتظاره مړ. مالتیا مې وکړې راځئ نور هیوادوال وګورم چې هغوی څومره خوشحاله دي او د عاشقانو دغه ورځ نه څومره خوندونه اخلي. ستړي مشئ ګلونو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن ویلنسډے یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده چې 14 د فبروري ده او زیاتره د هیواد نه بهر دغه کسان لمانځي. بیا په افغانستان کې هم یو نیم عاشق معشوقې ته خپل ډالۍ وړي او د مینې اظهار ورته کوي او بل سره د زړه خواله کوي. دا ګورم عاشق بیچاره په زړه باندې ډېر سوځېدلی، ډېر کړېدلی، شونډې هم ټولې چاوېدلې دي او دوه دانې ګلونه یې لاس کې دي چې دا هم معشوقه لري که نه. سلام. خوب هستی؟ بخیر ساتمن. مثل گلواری خوب هستی؟ شکر. مثل گل خودت هم خوب هستی؟ تو خب گلواری تک تازه نیستی؟ هستیم، تازه هستیم. لبای چرا ترقیده؟ لبایم به خاطر ترقیده، پشتش مرده، تشنه و گشنه. نامده تاله؟ آمده، همیجا هست. پیداش کده. نام چیست؟ نامم مهراب.
همین روز عاشقا به نظر خودت یعنی چی؟ روز عاشقا یعنی به هم عاشقا برسن. عاشق به معشوقی خود لیلی و مجنون امروز اله خورد و ما به هم رسیده. از کجا آمدی؟ چی گرفتی برای؟ از چهاردی آمدیم به اینجا آوردیمش. یگان گودی گل چیزا پوکانه به افتخارش اله کردیم برش بخیر. اما تو تب خوش هستیم میریم بخیر طرف. چی گوده سرش عاشق شدی و چی مدت میشه که عاشق شدی؟ یک روز ششته بودم دستم میبریدم آمد پیش رویم. اموجا دیدمش او ساعت گفتم ای کاش کور میشدم نمیدیدمت. دیدم عاشق شدی باز؟ عاشق شدم. برات گفت دست تنور؟ نه رفت آمد حالا تا اون روز که 6 سال میگذره که رفته. چشمای سبز بود یا سیاه؟ چشماش گلابی بود. چشم گلابی این گپ نو دیدیم. خب ما برات میگم لمس گلابی بود. لنز قدش چقدر بود؟ قدش هم قد خودم. چی گفتنی داری برش؟ برش گفتنی را دارم میخوایم برش برسم. اگر رسیدم اگر نرسیدم برو وقتت سفید. او را میگی؟ بس عاشقان. کدام شعر فکایی زمزمی چی را برش میگی؟ فکایی خب والا فکایی بگوی میگه یک فکایی میگه اگر روز یک نفر دم پل سرخ را میرفت کد نفری خود از دان هتل تر شد نفرش گفت چی بویست گفت یعنی قربان چم یک ردگان تیرت نکنه. یعنی چیز برش نگرفته بود؟ نه زمزمه چی را می یاد داری؟ زمزمه هنگای مهرابه. دیدی بیناموسی سر به سیگاریم لبای بی صحاب من دیگه شده تیره زبون نمیفهمه چرا لامصب یادت از ذهنم میره. چی میخوای میدم برگرد بهت میگم برگرد به خدا برسم به اوج موزیک دیگه دیره. چشاتو دوست داشتم چه شی میکردی صفت نداشتی قلبمو زندونی کردی. تو پاک عالم هستی با هم اسیرت نیستیم دوستان در خدمتت هستن. توی میدون چی را آتش میفته هر دو میسوزی بکش کبریت باکی نیست من تو داغ دیروزی. یکی میره یکی هر شب تو خواب رویاشو میبینه بکش کبریت باکی کن که تنها راهمون اینه. بودنت سهمم نبود جای خالی جهنم. حال روزی که دارم و قایق کردم از همه من بدون از آشیه با گریه خلوت میکنم. زچه های عالم و بینو و دعوت میکنم. اگه تو نمیدونی دل من با تو خوشه نه نگو نه. اگه نمیدونی قلبمو دوریت میکشه نه نگو نه. اگه نمیدونی شبم گریه باه نگو نه. اگه نمیدونی شکستن دلم گناهی نگو نه. توی بیشرف ما بیشرف تر از خودت کجا ببینی نشکامو تاوان داره به خدا. دست پا زدم نشد پشت پا زدم میده. تو گفتی کدام شعر یاد دارم بس تشکر. من یک شعر میگم فقط به دوستا باشه. کسی که عاشق است و می کسی پیسه دار است که یارم به فقیری بودنم نخند یار فقیران خداست. واه تشکر جان سپاس زنده باشید. تشکر. سلام خوب هستین؟ تشکر زنده باشین. شما خوب هستین؟ روز عاشقایتان مبارک. تشکر. عاشق دارید؟ نه خیر. چه گفتنی دارید و همه گفتنی دارم که تبریک باشه روز عاشقا برشان. تشکر جان سپاس. این گل برای کی گرفتین؟ این گل اما تو به استایل خریدیم. استایل خریدین برای خودتان. نام تو چیست؟ نام ملکه. کلان شدی عاشقی میکنی؟ نه خیر. نمیکنی عاشقی. این روز عاشقی به نظر خودت خوب است یا بد؟ خوب است دیگه. روز عاشقا به کافر است به مسلمان ها نیست. بسیار عالی. مکتب خوندی؟ بله. شعر یاد داری؟ شعر یاد دارم. بخون تو. من یاد ندارم یاد داره. اینجا آمدیم که همین روزهای عاشقا را تجلیل کنیم مبارکی بگویم به نفرها. شما اگر چیزی گفتنی دارین بفرمایید. نه خیر روز عاشقا به تمام عاشقا مبارک باشه. همه قدر گفتنی من بود و خوش دارم که یک سال دواندار در کشور ما بیایه. ما دیگه میخوایم که در کشور ما صلح بیایه دیگه روز عاشقا را به همگی مبارک میگم. و شما عاشق هستین؟
والا ما خود حال کس را پیدا نکردیم همی گل داده سم است که بیچاره خراب شد. تشکر خدافظ. ګلونو له ملتیا مو مننه کوم زموږ خپرونه تاسو کولی شئ چې شیر کړئ او د دې په څنګ کې زموږ یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ. دا د عاشقانو یا د په اصطلاح باندې ویلنز ډے وه چې په نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او په کابل کې هم دغسې ځینې ځوانان او ځینې کسان لمانځي او خپلې معشوقې ته توفه یا ډالۍ ګفټونه چې هغه ګوډي وي که هغه ګل وي که پخوانه وي هر څه وي ورته وړي او یو بل سره د مینې او محبت اظهار کوي. تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. تر بیا او بلې خپرونې چې زه دلسوز صافي څخه درانه حضور ته حاضرېږم. هیله ده چې هره ورځ تاسو عاشق اوسئ او هره ورځ مو د عاشقانو په څېر باندې د خوشحالۍ نه ډکه اوسئ. تر بیا ښه وخت.